باشد گلیس به سبز آراسته جواب دادم آه شما هم از همین اول تشخیص دادید. بله فوراً فهمیدید که طرفتان چه جور آدمی. درست تشخیص دادید. من وقتی با خانم ها روبرو می شوم دست و پای خودم را گم می کنم. جای انکار نیست. آرامشم را از دست دادم همانطور که شما 1 دقیقه پیش که آن آقا ترساندتان خیلی خونسرد نبودید. من هم الان کمی ترسیدم. مثل این است که خواب می‌بینم. حتی در خواب نمی‌دیدم که روزی با خانمی هم صحبت بشوم، با هیچ جور خانمی. چطور؟ یعنی ممکن است؟ بله، اگر بازویم می‌لرزد برای این است که هیچ وقت دست ظریف و قشنگی مثل دست شما آن را نگرفته. من عادت حرف زدن با خانم‌ها را از دست دادم. یعنی هیچ وقت این عادت را نداشته بودم. من خیلی تنهایم. حتی نمیدانم چطور باید با خانم‌ها حرف زد. مثلا همین حالا هیچ نمیدانم که حرف نسنجیده‌ای زده‌ام یا نه. خواهش میکنم راستش را بگویید. خاطر جمع باشید. من نمیرنجم. نه، حرف بدی نزدید. نه، هیچ. به عکس. و اگر واقعا میخواهید رو در بایستی را کنار بگذارم میگویم که زنها از این جور کمرویی خوششان میآید و اگر میخواهید بیش از این صادق باشم بدانید که من هم از این حال خوشم میآید و تا خانه شما را از خودم نمیرانم. من که از شدت خوشحالی داشت نفسم بند میآمد گفتم شما با من طوری رفتار میکنید که میترسم دیگر حیا را فراموش کنم و آن وقت دیگر خر بیاور و رسوایی بار کن. رسوایی؟ یعنی چه؟